الو. سلام منصور. الو. چطوری خاله؟ خوبی؟ سلام خاله جون، چطوری؟ خوبی؟ من خوبم، تو چطوری قربونت عزیزم؟ قربونت برم، فدات بشم. عزیز دلمی منصور چه جان، خبر؟ ما خوبیم. خوبی؟ سلامتی. فدات بشم. خودت چطوری عزیز آره دلم؟ منم خوبم. آتی کجاست؟ خوبه آتی؟ حالش؟ آره آتی هم هست. آتی الان چیزه، بچه ها رو برده دامپزشکی. این بروجکام آره هستن هنوز؟ یکیشون اینجاست داره بس خودش میچرخه و لالو ترشی میچرخه. برات درست کردم. ترشی آره انبه. چیه انبه؟ آره ترشی خاله نمیخوای انبه. بیای ترشی فشار منو انبه بگیری؟ خاله. بیا بگیر دیگه فشارت هم میگیرم قربونت برم. باشه آره میام پیشت حتما فدات بشم. عمو اماد چطوره؟ عمو امادم خوبه. آره بد نیست. اون باش. آسپرین میخوره. نه دیگه آسپرین نه، این آسپرین رو باید اصلا آسپرین رو نخوره فعلا. یعنی بخوره همین بخوره. میگم میام واسش، ولی یه داروی عالیه جدید می‌نویسم اون خیلی خوبه. بیا خاله جان فدات شم. باشه فدات بشم. باشه دست درد نکنه. مرسی. میام میبرم تو شهر. آره قربونت برم. باشه حتما بزرگیتون میرسم. خاله خیلی قربونتون مراقب برم. خودت باش. فداتون بشم. قربونت بشم. باشه خیلی مراقب خداحافظ. خودت باش. خداحافظ. کامران دیوس، کامران مسخره. پارت میکنم. خب روشن حیوون، یعنی تو روشن جواب نمیدی؟ We're sorry, the number you have reached is not in service. من خود کامران احمد مورد میکنم جهانی تو سرویس میکنم. جانم درود، سیامک هستم، معلم یوگا. کامران جان با من هماهنگ کردن که بیام پیشتون بهتون یوگا یاد بدم. کامران؟ کامران امروز هماهنگ کرده بود که بیام پیشتون. آقا بفرمایید بالا. همین پلا رو باید بیاین، یعنی پایین در حقیقت. بفرمایید داخل. متشکرم آقا گوشه باشه. بله آقا سلام خیلی خوش اومدین. خوب امیدوارم که خوب باشید. مخلصیم آقا، خیلی خوش اومدین. فدات بشم. چاکریم. عزیزید. آقا کامران نگفته بود که تشریف بیارین، هیچی به من نگفته بود. خیلی خوش اومدین. کامران با من هماهنگ کرد که قرار مربی با شما هماهنگ معلم یوگا یوگا خیلی خوش اومدین. بفرمایید آقا بفرمایید. اونجا تشریف داشته باشین. خیلی خوش اومدین. مخلصم. کامران شما تازگی‌ها دیدین درسته؟ آب چایی چی؟ چیز آب کافه قهوه میخوام بیارم. چی بیارم؟ نه صرفا یه آب ردیفه. یه آب تعارف میکنی؟ نه بابا تعارف. تو خود راحت باشی. خواهش میکنم. آره آقا میفرمایید. گفتین کامران چی شده؟ کامران که به من گفت که بیام چیزشم دیگه، مربی یوگا شما قراره بشم، یه دوره با هم برداریم. برای یوگا رو کامل آقا کامران. میگم آقا منصور نگفته بودی ساز میزنی ها؟ والا من خودم ساز نمیزنم، اینا مال همسرمه، مال آتیه. اون هر هنری بگی از دستش برمیاد. آخه چون من خودم هم ساز میزنم. چقدر جالب. به پس شما دیگه کاملی دیگه، هم هنرمندی هم ورزشکاری، انسان کامل شما هستی. نه بابا یه سر صدای در میارم و یه زمانی هم گروهی داشتیم. میگم جسارتا من میتونم یه دستی به این سازه بزنم. آره حتما آقا حتما. خیلی راحت باش. من که نمیتونم ازش صدای در بیارم، شما میتونی بردار بزن. راحت باش. واقعا این اوکیه؟ بله آقا بردار. آقا من نوکرتم ناموسن.
چه سازی میزنی شما؟ اصلا مدیتیشن اینه، قسم کار اصلی اینه. سیگار بکشیم با هم دیگه. مخلصیم آقا. بفرما چرا که این طرف میتونیم بفرما سیگار بکشیم. بفرما من بذارم میز بریم با هم دیگه. بکشیم. مخلصیم آقا. بفرما. آقا من یه سوالی بپرسم. میگم خب خونتون خیلی خفنه دیگه واقعیتش. حالا با عرض شرمندگی که دارم اینو میگم، ولی به ما میتونیم هفته یه بار بیایم اینجا تمرین کنیم گروهمون؟ یعنی ببین آخه مثلا آتی همسرم یکم حتی الان نیست. چند روز تو هفته میخوای تمرین کنی؟ گفتم دیگه هفته یه بار. هفته یه بار؟ چند شنبه ها؟ سه شنبه برای شما خوبه؟ مثلا سه شنبه ظهر و عصر و اینا خوبه. آره باحاله. خب اوکی، خیلی اصلا باحاله. تایمش شما بگید اصلا. فرق ایول. نمی‌کنه. اوکیه؟ یعنی یه بندی دارین و آره دیگه میایم میزنیم. آره ایول. دمتون گرم چون اصلا نیاز به ایول. تمرین بودیم. من میگم که عالیه. حله. بریم یه مدیتیشنی بود. بریم یه مدیتیشن بکنیم. ردیفی. سیز بفهم. ازت بخوام که تنفس دم و بازدم رو از طریق بینیت انجام بدی. خیلی عالیه. حالا میخوام که مانترای اومو با هم 3 بار بگیم. آماده قشنگه؟ تکر میخوام با من. حالا میخوام تمامی انرژی‌های منفی رو از طریق چاکرای اولت به دستم منتقل کنم و بیارمش. با فقط نیازه که تنفس کنم.